از من عکس های لخت از بدنم گرفتن. یک آیپد داشتن در ریاستشان که در او عکس های لخت گرفتن و من زمانی که خودم از آپارتمان پایین انداخته بودم موبایل های من پایین انداخته بودم، موبایل های پیشم نبود. عکس گرفتن و یک وایس از او چت گروپ بر من موشه و پلی کرد که در او اماما گفته بود اینا باید قسم کشته شوند که برای دیگراش پن باشن. گفت شما یا سنگسار میشین که تمام مردم در کشتنتان سهم داشته باشن و این تصمیم میگذاریم برای امامای دین ما کونا چه تصمیم میگیره. و او یک ملای بود، یک صدای تنده که میگفت اینا باید کشته شوند و او همانگونه که به دیگراش پن باشه و دیگه هیچ فاحشه‌ای جرأت نکنه در برابر رژیم اسلامی صدا بلند بکنن. رژیم اسلامی هم نه حکومت اسلامی صدا بلند بکنن. من زرمینه پریانی هستم، یکی از زنان معترض در برابر رژیم تروریستی و آپارتاید جنسیتی طالبان در افغانستان. امروزه اینجا به عنوان یک شاهد بر جنایتی که هنوز در افغانستان ادامه داره توسط رژیم سرکوبگر، فاشیست و تروریست به نام طالب.